الان که ایام عید و ماه رمضان هست، این قطابای خوشمزه رو خودتون خیلی راحت میتونید تو خونه درست کنید. اول روغن و ماست و پودر هل رو با هم خوب مخلوط کنید. بعد هم آرد و بیکینگ پودر رو تو 2 مرحله بهش اضافه کنید و با دست کمی ورز بدید. بعد توی کیسه بذارید و بذارید توی یخچال حدوداً 1 ساعت استراحت کنه. تو این فاصله مواد خمیری وسط قطاب آماده کنید که من از پودر 4 مغز و نارگیل و هل و پودر قند استفاده کردم. حالا شما با هر مغزجاتی که دوست دارید میتونید داخل خمیر رو پر کنید. بعد هم به اون مواد پودری مقداری گلاب اضافه کنید که حالت خمیری بگیره. بعد خمیر رو به اندازه 1 گردو بردارید تو دستتون باز کنید، از مواد داخلش بذارید و به هر شکلی که دوست دارید فرم بدید. من یه مدلم ساده درست کردم. بعد هم توی روغن داغ همه طرفش رو سرخ کنید. بعد از اینکه سرخ شدن اجازه بدید تا کامل قطابا سرد بشن. بعد توی پودر قند بغلتونید و در آخر هم با پودر پسته تزیین کنید. امیدوارم شما هم این قطابای خوشمزه رو درست کنید و نوش جونتون.